گفت همه میگن واو، تو هم بگو واو. گفتم من اول از لحاظ مارکتینگ و برندینگ میشکافمش، اگه خوب بود منم میگم واو. یه برند ایرانی به نام بادی کیر. وقتی بهم زنگ زد گفت انقدر از برندم مطمئنم که هر نظری داره راجعش بهم بده. پس بیا بریم تا با هم دیگه بشکافیمش. راستی این پست هیچ جنبه تبلیغاتی نداره و فقط نظر شخصی من، شروین زواری، متخصص حوزه برندینگ و مارکتینگ در رابطه با برند ایرانی بادی کیره. بریم با هم همه اون تبلیغایی که دیدیم که قطعاً تو هم از تیزینگاش لذت بردی هم دیگه گپی بزنیم و بررسیش بکنیم. برو بریم. دروغ نخوام بهت بگم، سر نهار بودم که بهم زنگ زدن گفتن بستت رسید. وقتی بسته رسید به دستم، همینطوری سرم که پایین بود، وقتی سرم آوردم بالا دیدم که دسته های بگ این برند چوبیه، از چوب MDF کار شده. پس همین یه تیکه نظرمو جلب کرد تا ببینم واقعا این برند واو هست یا نه. جعبه که میچرخونم یک QR کد میبینم که اومده تمام اطلاعاتی که مورد نیاز یک کاربر هست و مشتریش هست توی اون QR کد خلاصه شده. اگه نگاه بکنی تمام برندش نقره کوب شده، برجسته است و یه حس لوکس بودن رو بهت میده. کلاً از فاز جعبه و برندینگ بگش بخوام بیام بیرون، خیلی با بگش حال کردم. یعنی یه جوری چفت و قرصه که وقتی میخوام هدیه بدم دغدغه اینو ندارم که آیا این از دست من میفته یا نمیفته. توی اون جعبه قرمز خوش رنگ 2 تا پک خوشگل برام گذاشته که این 2 تا پک دوباره پک لوکس جذابیه که با آرم و برند خودش برندد شده. یه جعبه کشویی مات خوشگل لوکس، یه دونه هم اهرام برام گذاشته، یه دونه کیر مونبلان لجند، نمیدونم سلیقه‌ام از کجا میدونسته ولی دمت گرم. بادی کیر فلزی مونبلان گذاشته، بادی اسپلشه و این بادی اسپریه، یعنی جفتشو از یک برند برام گذاشته. بسته‌بندی مهمترین جزئیه که یک مشتری یا یک مصرف کننده زمانی که هدیه میگیره یا میخره باهاش سر و کله میزنه. پس بسته‌بندی یکی از مهمترین اجزاء، ولی کاملا اسانس مونبلان لجند رو میده. جذاب برام که روی دستم تست کنم. بادی اسپریش قویه و سفت نیست، نرمه. و آیتم بعدیمون بلو شنله که فکر میکنم باید بادی اسپلشش باز قوی تر باشه، یعنی از لحاظ مصرف کننده الان باید ببینیم که کامل بوی شنل رو داریم، کامل بوی شنل رو داریم. و اینجا ادعا کرده که 24 ساعت میمونه، 24 ساعت ماندگاری داره. 24 ساعت هم به شما رو استوری خبر میدم که واقعا مونده یا نه.